سلام بچه ها، من رادوین هستم. خوش اومد به این ویدیو. امروز اومدیم افتر 3 AM در روبلاکس. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. بریم که داشته باشیم. سلام بچه ها، چطورید؟ پرهام جیاربی هستم. خوش اومد به این ویدیو. آقا اومدیم افتر 3 AM با رادوین. یکی از بازی های خوب روبلاکسه، من خودم خیلی دوستش دارم. گذاشتم رو حالت نرمال که بریم ببینیم. آقا قضیه از این قراره یه آدم توی شب یهو میفته دنبالت، تو هم با رفیقت میتونی بیا. این بازی نهایتا اگه درست بگم 4 نفر است. خب از این شاتگان بر نداشت دیگه. خوبه. خب بعد من یه فلش لایت در میدارم. کلا رادوین تو فورتنایت شاتگان دوست داره، توی تیریه اصلا دوست نداره. خب رادوین خب بگو. آخه بابا به روح میزنی، روح هیچیش نمیشه، نهایتا فرار میکنه میره. نهایت فرار میکنه، ولی اگه خیلی جونت کم باشه خیلی اصلا باعث میشه که کمک داشته باشی. ببین من یه چیزی بگم. ببین اگه یارو اومد، خب برو تو کمد تا اتک بهت نده. خب چون اینجا الان تو حالت نرمال، خب درا بازن. خب یعنی تو الان میتونی بری. تازه یارو تا چند دقیقه است فکر کنم مزاحمش هست، فکر کنم دیگه نیاد. خب یاد باز شد. من بازش کردم یه بهتین. چطوری؟ بعد یارو میومد بازش میکرد. کجا داری میری؟ وای چقدر گرافیکش بالاست. تاریکه. خیلی خیلی خیلی. داری میای؟ من با اکانت گوشی میومدم اینطوری نه. گفتم دیگه بهترین کار رو کردیم. بهترین کار. او نه این بر نیا، این بر نیا، این بر نیا، این بر نیا، این بر. بریم به سمت کمپ. رادوین تو چیز روشن کن. تو فلش لایت تو فعلا روشن بذار، من روشن نمیذارم. خب دستتی که چرا روشن؟ میدونم نه روشن نمیذارم که دکمهشو نزدم روشن باشه. میخوام بیام رو شاتگان که چی. ببینیم رادوین تیر شاتگان پیدا کردی؟ بده من. تیر شاتگان کجاست؟ تیر شاتگان رادوین فیوزو بده. فیوزو بده من سری فیوزو بزنم دیگه. راست میگی. بیا چطوری دراب میکرد. بیا رادوین شاتگان که به کار نمیاد. تیر شاتگان نداره. پیکاپ بیا اینو بگیریم. بیا تیر شاتگان. بریم. بذار من اینو بندازم، اینو بردارم، اینو بذارم. بریم آقا بریم. بریم به سمت اون گاراژه. بریم موتور و بنزین رو برداریم. رادوین ولی فکر کنم رو نرماله. فکر میکنم رو نرماله. خب چون در بیس تو واک نه ببخشید من فکرم رو ایزیه، چون رو نرمال بود در اون میومد باز میکرد. یا اول بودو ای زدمش. رادوین بیا. دیدی فرار میکنه، تیرو بزنی فرار کرد. دیدی اتک نخوردم حال کردی. من گفتم این اصلا بکاره. بارا دیگه بچه پر رو. خیلی بری نزدیکش میاد سمتت، خیلی بری نزدیکش میاد سمتت. رادوین فهمیدی؟ ببین نباید سعی کن ازش فاصله بگیری. اوکی این از این بیس. فکر نکنم خواستم بگم کلیدو برداشتی یا نه. کلید اینو برداشته بودم. بیا رادوین فیوز دو. بیا فیوز دو. این فیوز دو بودو. بریم به سمت. یا من این چی بود؟ فلش لایت بود. هیچ نبود. چی فلش لایت بود؟ چیز از ایناست. اسمش چی بود؟ فلرگان بود البته. بذار دیگه گذاشتی. عالی. مربع. برو فلش لایت همو روشن نذارم. رادوین وضع تیرا خوبه خدا رو شکر. بزن بیاد پایین. خب بنزین. رادوین پس من اینو برمیدم تو کلید بردار که کلیدو بردار. کلید بردار رادوین. کلیدو بردار. بیا کلیدو بردار. ای رادوین میشه اینجا از این بازی ها کرده. ببین خب بریم آقا. بریم. بنزینا مگه اونجا دم ماشینه نبودش؟ بنزینه دم ماشینه میذاره. اینها برش فکرم بنزینه دم ماشین میذاره. یارو نرو نزدیکش. من بترسم ولی نمیترسم.
رادوین نظرت نه 99 شب نمیتونم بذارم اگه طولانی بشه خیلی طول میکشه. الان من خودم ویدیو دانلود شد بازی در میاری تماشا بسه. وا ببین الان باورت میشه همین کجایی رادوین؟ کجایی؟ من دارم بنزین میزنم. رفتی بشه ماشینه؟ اینقدر سریع؟ آره من اصلا راه گم کردم. اسپیدرانگی. بابا من راه گم کردم. البته خوب تو باید بترسی من شات کنم. هم راه برگشت بیام دیگه ماشینه این ور. خب این از این با چی میذاری زمین؟ با چیز دیگه این سمت چپ ها پایینش هستش. کلیکای پایین گت کن. اومدم. خب نور بنداز در باک. الان میام. خب اینم از در باک وایسا. بریم رادوین قولم میرونه واسه ما تو این بازی زیاد رونده. به این یارو میزنه به در. خب یارو میزنه به در رو باز میکنه از همونجا به اتک میده. همونجا باید پیاده بشی اگه در ماشین رو کرد. خب اینجا زده استارتینگ انجین. چراغو بزن رادوین چراغ مهمه. برو همه الان اومد فهمیدم رو نورمال گذاشتم فکر کردم رو ایزیه. جلوت شایم دیگه نیار. پیادهشم چکیش کن. رفت بدو پیادهشم چکیش کنم. وایسا برو بذار پیادهشم چکیش کنم بچه پر. برو. من فکرم کلید بعد بندازم کلید نداشتم. برو چپ یا ابوالفضل. وایسا پیاده شو بچه پر رو. پیاده شو برو ببینم. آفرین. از اونجایی که جرمان آقای پرهام برام زیاد مهم نیست ما فرار میکنیم. من رو ماشینم بیا پایین بچه پر رو. بیا پایین دایره بزن بیا پایین. با این تو بابا عشق هست. فلشلایت الان من میخوام. خب بیا من دارم بیا. بعد الان لوت میخوام. درو ببندم. برو رادوین اینجا 1000 تا طبقه است. اصلا نباید از کنم. امیدوارم جامپ اسکرت نداشته باشه. من گفتم جامپ اسکرت نداره. فلش لایت را تو بردار. تو فلش لایت از من کمتر داره. مپ رادوین مپ به کار نمیاد. نه اصلا به کار نمیاد. این چیه؟ پیک ها پوچک یعنی پوچک. یارو داره ماشینو میزنه. ماشینو نیا تو. برو. نه داره ماشینو میزنه. در ماشینو میزنه که نریم سوارشیم. بابا منو تا نیمه جون کرد. وای یارو سوار پوچک چی بندازم؟ تیر بده. بیا من بابا این دکمه یه چیز هستش سمت چپ ها. آره اون سمت چپ ها میزنم. سمت چپ ها بابا این 4 تا دکمه سمت چپ هستش. دیدم. بابا اون پایینی ها بزنید درست میشه دیگه. بابا من دست منه. اینو میخوای؟ جبه رادوین مدکیت نداره بازی. من الان دارم میمیرم. طبقه پایین با ماشین اون جوش برد مگه 206ه؟ نه میگم دیگه یارو زده به ماشینمون کلن زده پکوندتش. ببین اینها نرون بابا رادوین بیا من بیسترت درست کردم ماشینو دارم. بابا ترسیدم بخودم. بابا جامپ اسکرت داشت اشتباه کردم بچه ای کردم. شما ببخش تو ببخش تو نیومدی من برم بابا بیا دوباره بریم. بک تو لابی بزن بابا یارو تن بی ادب. بذار بیا من دوباره مپ بسازم بابا. من مردم. منم مردم بابا. من 1000 ساعت مردم. 2 ساعت مردم. بیا تو لابی. ریستارت کن. نه بیا تو لابی.
بیا تو لابی. خب الان اونجایی که چیز کردن نه این دکمه رو میزنم مربع لیو جوین پرهام میشیم و وای میسیم تا درخواست لابیش بیاد. درخواست بده. بیای میام. بیای میدم وایسا. کجایی نمیبینم. تو یه ثانیه افتر تری هم پر میشه. نمیبینم نیومدی تو اصلا. بذار دوباره این وایسو بدم. ها اومدی. بیا نورمال بیا بابا من به درخواست دادم بابا بیا. الان دوباره درخواست بیا بریم آقا. آره گذاشتم روی نورمال بریم. این دستم اگه لوز بدیم دیگه خداحافظ نیاز است. البته لوز میدیم دیگه چه کاری. به این رادی الان فهمیدی شاتگان چقدر مفیده. بعد داداشمون بیاد واکنه درو واسه لیلا در واکن مایو. خودم بازش کردم. تو چراغ بزن. بودو رادی من یه پیشنهاد بدم. ندو. خب را بریم یارو اومد بدویم. بابا اوه رادی واسه من باگه. بابا اینوری بیا بودو. آت زدم انقدر تاریکی ها هیچ نی. بابا بعد درگنس داشت. من دارم ولی نمیخوام استفاده کنم. لاتک اصفهانی. ای بابا 100 بار اصلا اینجا باز اشتباه میرم. برو رادوین برو من گان میگیرم بستم. گان گرفتن تو چه کمکی به بابا خب بیاد سمتت من میزنمش دیگه. کامرم میدی؟ آره خیلی ممنون لطف کردید آقای پرهام. بیا اینجا بیا دم کمپه چیز از اونا چی میگن فیوز. من یه فیوز میخوام همین دیگه. من یه فیوز میخوام. بیا کلید پیداش کردم. تیر شات من میخوام. برش داری رادوین یه چراغ قوه دیگه میخوای؟ آسمونو چقدر ستاره خودم برش میدارم. نه آسمونه نمیخوای ستاره داشته باشه. بابا همه از این یارو استفاده کردن. دیفیکالت گذاشتم سر همینجوری شده. دیفیکالتش چی میگه؟ دیفیکالتشو نورمال کردم سر همین اینجوری شده. بریم رادوین بودو. بیا جونم وایسا نمیتونم برم. یعنی میگم نمیتونم برم. نمیتونم بدوم. وایسا کدوم بر رفتی؟ مستقیم بیام. نمیدوه چه؟ دور بالا میرم. پیجو 405 شوتی. نور بالا الله تکش. برو بک لامبورگینی هم باشه پیجو پشتش نور بالا میده. این چه بیا تیر شاتگان کجاست؟ فیوز اینجاست رادوین. فیوز پشتت رو همون جاست. یه دونه فیوز دیگه هم اینجاست رادوین بیا. یه دونه فیوز دیگه هم برمیدارم مسیت. تو بذار توش من بالا دکمه‌شو بزنم. گذاشتی بزنم. مربع دیگه در رو میبندیم. یه مربع بر من کلیدو بردار برداشتم. کلیدو برداشتم. بریم. یا علی بنزینم برداریم. بنزینو بردار. رادوین جمله درستی گفتی یا یارو لامبورگینی هم داشته. همون گفتی یارو لامبورگینی هم داشته. بعدی بازی اینه که نمیپره. خب دیدی رادوین ببین پس ما یادمون باشه نباید ماشین رو تنها بذاریم وگرنه میاد ماشینمون رو میزنه. خب من اگه فقط بتونم بدون چراغ در باکو پر کنم جایزه دارم. جایزم چیه؟ هیچی.
نه فکر کردی الان میره، الان مثلا میگه 10,000 1,000,000 روباکس بهت میدم. آره باش، همون دوایس رو بهت بدم. خب این از بنزین. خب این درشم با مربع میذاریم. اوپن دور، درایو کار، کلوز دور هم میکنیم. اینم نور بگاز راتین. نگفتم بزن به یه جای دیگه، گفتم بگاز. ببخشید یا خیلی رانندگی اسیسته. یا قلوب الله زیرش کرد. باگ های ماشین دیگه کار نمیکنه. گاز بده. برم پایین بزنمش. برو ای برو. ماشین دو فکر کنم دو بنز داشتی، ماشین را افتاد. بیا راد در بالای ماشین نمیکشه. بابا چرا برسی میستنی به این؟ او ولم کن. من گاز یار اومد ماشین بیا جلو نمیکشه. بزنمت. ماشین 1,500 موتورش. 1,500 موتورش. بیا پیاده بریم. این 1,500 این داداش 100 و 900. خب جایی نشستی یا من دارم؟ نه من رو خودت داری واسه خودت میری. داری خودت واسه خودت بری. بودو دیگه. از اینجا به بعد من باید بیام باد. برو دیگه. خواستی دم شاگرد بشینی برم چپ یا راست؟ چپ. اوه یه دیفت ناناس کشیدیم. خب بابا چرا همیشه اینجا پارک میکنی؟ خب بیا بریم بچه ها. امروز اومدیم یادگیری پارک دوب. پارک دوب. فرار کن یا ولی مدد. اول از همه برو چپ یارو منو خورد. با هم مرغ سخاری هم درست کرد. کنتاکی دارم آخه من هیچی نمیبینم. وای ماشین بنزینش تموم شد. خدا بیاد. یا علی ای بی ادب. برو اونور. بریم همون خونه. رادمین کجایی؟ بیا من بغل ماشینم. بریم همون خونه. صفم قرمزه یارو انقدر اتک داده. آره نه خیلی اتک داده یارو انقدر صفت قرمزه. بیا رادمین بیا راست. ما چقدر بد رفتیم. امیدوارم با این خونه هست دیگه. بیا بدو. اگه توش بنزین باشه من عربی میرقصم. دیر زمین داره. یعنی الان من باید عربی بس برقصم جدی؟ آره 2 تا بنزین توش بود. عربی برقص. از عربی بلد نیست برقصه. عربی چیه؟ من فکر کنم باید بندری برقصم ولی عربی بود. منم فکر کنم افغانی باید برقصم. جعبه ابزار بیا. جعبه ابزار به کار میادا. برش دار. باباها جمعه. بدو. این چیه؟ توی میگم خدا کی داره این نور؟ شاتگانو. اینجا شروع منوی بازی. چه باحال. بیا اون تلویزیون. بابا قشنگ رو فکر کرده فنافه. فناف 4 بازی نکرد. من خودم اصلا نمیتونم بازی کنم فناف 4 رو. رادوین یه بار اومدم فناف 4 رو بازی کنم. خب اصلا نتونستم. نمیشه. خب الان بریم ببینیم اگر ماشین جوش نیاورده خوشحال. بابا رادوین ماشین جوش نمیاره. کجا رفتی پیش ماشین؟ آره خب الان من چراغ نور ندارم. بیا میخوای من بدید نده فلش لایت بدم؟ وای خدا به شکرت. 2 چراغ میبینم که ماشین است.
ببین یارو اومد بگو من یه افغانی بهش به بزنم. درد نمیخوره، من کلید رو میندازم پایین. چرا به درد نمیخوره؟ تو بر اشاره گرفت. درت خیلی خرابه رادوین اوضاش نه خیر ماشین جوش آورده اونم خیلی زیاد. با همین چی engine is to damage needs to be بابا از اینا مگه نمیخواد؟ بیا دارم میسازم، بیا بسازمش. دارم میسازم ماشین رو رادوین بیا ببین. چه باحال. ماشاءالله پرهام تعمیر. چطوری هم دارم میسازمش. داخلی آقا ماشین کارش تموم شد، کی بیام ببرمش؟ هنوزم داره جعبه. یه سوارشو بریم. بذار من اینم بزنم. آقا استارت بزنم. بیا هنوز داره دیگه نیاز نداره. هزار داداش کاپوتو ببند. الان میبندم داداش. بریم آقا. چرا گاز نمیخوره؟ بنزین زدی به ماشین؟ بله. اومد. بای. اگزیت R1 میره آخونده. آرش بوغه. بابا زدمت. خب زفت. رادین دو تا بسته بنزین. منم بیام داشتم یارو رو میزدم. بیا منم بیام. سوار شدی. بابا تو داری میکشی. وای میسیا بیام. من با همینو میرفتم. بیا برو. دریفتای افغانی که تو داری میکشی منو کشت. برو. بابا رادوین روندن از کجا یاد گرفتی؟ تو دنده‌ای میرونی. بابا هیچ نمیبینم. واقعا نمیبینی تو؟ شیفت دارم جوری میگه دنده‌ای. ماشینمون هم ماشاءالله پیکانه. ماشین 206 هاچبک. پیاده‌شم چکیش کنم رادوین پیاده‌شم چکیش کنم. همین الان میزنه ماشین رو جر میده. پیاده‌شم رادوین ما دریفت داد کردی؟ رادوین جان داری میزنی به دیوار. برو آفرین. بازی از ترسناک اومد توکیو دریفت. دقیق توکیو دریفت. یا راهنماهای بغل جاده همینجوری بودو شکمت آب شه. باریکلا. پاترول اینجا رو نمیتونه بیاد ولی من میتونم. باریکلا برادر. خب الان همین یه دونه کارم خیلی باز بده. باریکلا برادر. بودو شکمت آب شه برادر. برو برادر تمرین بسته برادر تمرین بسته برادر بسته برادر تمرینات زیاد بوده. ایشالله همینجوری خیرات برم کجا داشت برادر. ایشالله حلوای خودتونو بخوریم برادر. ایشالله برادر اصلا جونش کمم نمیشه. جون اصلا نداره. اینه 99 شب میمونه. فقط خودت میگی دقیقا نمیدونم برادر شکمت باشه برادر. من سیستم مربی گرفتم. پیاده شو بدم کن اینجا نهایتا یه عکسی. یارو اومد. بابا چیکار تو پیاده میشه خاموش میکنه. حال کردی رادوین. بیا رادوین بالا چیز میزه. بیا رادوین پیاده شو. ماشین بنزین نداره. منم که لایت ندارم پس من نمیشه اصلا. بیا رادوین بیا من لایت واسط بگیرم. رفتی بالا؟ بیا بالایی؟ بیا اینا هاشی. بیا باید خب چراغ قوه بدم. داری چراغ قوه؟ دارم ولی ندارم. خب بیا دیگه رادوین علی. چراغ قوه. خب بیا دنبالم. دارم درست میرم؟ نه بنزین رادوین بنزین.
من گم شدم. نور. نمیای آی. راست نه؟ چشم درد گرفت. فلشلایت 1% خدایی. رادین بیا از اون یاروی بالا، از اون بیسه. بابا آره. من دم این پلن که تو من فلشلایت دادی. خب من بهت فلشلایت ندادم. پلمو بگیرم پایین. یه رد و برق دیگه بزن. چی؟ با رد و برق من دارم میام. بیا رادین من این بالام. توی. بالا تو نگاه کن. پشت سرت پشت سرت پشت سرت پشت سرت. وای. بیا بالا. بیا من اینجام. بیا بالا. کشتت؟ نداشت من زنده ام. نیا آف کنی. من گفتم این بالا نمیای توی. 45 رو باکس میخوای بیا برو. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبالتون نره تا یه ویدیو دیگه. خدافظ. خدا یارو نگهدارش بچه.